در اینجا به بررسی 5 شهر باستانی می‌پردازیم. شهر باستانی اریحا شهری در کرانه باختری رود اردن و در مناطق خودگردان فلسطین است که در کتاب مقدس یهودیان 70 بار نام آن ذکر شده است. باستانشناسان و زمینشناسان در بررسی لایه‌های زمین به نتایجی رسیدند که بر اساس آن قدمت اریحا را به 9000 سال پیش از میلاد مسیح باز می‌گرداند و شاید بتوان گفت اریحا نخستین سکونتگاه شهری بشر است. اریحا از مجموعه 20 شهر که لایه لایه بر روی خرابه‌های شهر قبلی ساخته شده اند تشکیل شده. شهر دمشق در سوریه. بر اساس یافته‌های باستانشناسان در نقاط مختلف دمشق، حیات بشری در این شهر به 8000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد و همچنین از سده 14 پیش از میلاد نام این شهر دمشق بوده است. فرعون‌های مصر، آرامی‌ها، آشوریان، بابلیان، هخامنشیان، رومیان و در نهایت اعراب مالکان دمشق بودند. دمشق یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های شهری بشر است. شهر جبیل در لبنان. منطقه‌ای مسکونی در استان جبل لبنان که از 5000 سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز زندگی در آن جریان دارد. شهر جبیل از 2 بافت قدیمی و جدید تشکیل شده است که در بافت قدیمی آن آثاری از دوران عصر حجر و فینیقی‌ها به چشم می‌خورد. بررسی‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این منطقه 7000 سال سکونتگاه شهری بوده و پس از هزاران سال هنوز زندگی در آن جریان دارد. شهر فیوم در مصر یکی از قدیمی ترین و باستانی ترین شهرهای جهان است. این شهر را ابتدا مصریان باستان با نام شدت بنا کردند و بعدها به فیوم تغییر نام داد. از آنجایی که مردم فیوم کروکودیل را می‌پرستیدند، یونانیان نام آن را کروکودیلوپولیس نامیدند. شواهد و مستندات و همچنین بناهای تاریخی این شهر نشان می‌دهد از 5500 سال پیش از میلاد مسیح در این منطقه سکونت شهری وجود داشته است. فیوم را می‌توان قدیمی ترین سکونتگاه شهری آفریقا و یکی از شهرهای قدیمی جهان نامید. شوش کهن‌ترین شهر ایران است. در کاوش‌هایی که به تازگی در شوش انجام شده است، دهکده‌ای از زیر زمین سر برآورد که قدمت بناهای آن به 7000 سال پیش از میلاد مسیح میرسد. به یقین شوش ایران یکی از قدیمی ترین شهرهای زنده و باستانی جهان است. شوش در زمان اوج ایلامیان مرکز شکوهمند حکومت آنها بود و سپس در دوره هخامنشیان یکی از مهمترین مراکز حکومتی به حساب می آمد. شهرهای باستانی زیادی وجود دارند که ما فقط 5 نمونه از آن را بررسی کردیم. ممنونم که لایک می کنید و کامنت می ذارید.